سلام عرض ادب خدمت تمام دوستای گرامی. امیدوارم صحتمند و سلامت باشین. باز هم سید عبدالله سیار هستم در یک برنامه دیگه خدمت شما. دوستای گرامی، میخواستم در موردی که چندین بار هست که ذبیح الله مجاهد که به نحوی سخنگوی یک گروه تروریستی هست چندین بار بر رسانه ها ظاهر شد و خودش و هم فکرهایش از استقلال افغانستان سخن گفت، از خوشحالی مردم در مورد حکومت خودخواندهشان سخن گفت، از آزادی مردم در مورد حکومت خودخواندهشان سخن گفت. میخوایم در این خصوص چند موضوع را بیان بکنم. اولا، یک کشور وقت استقلال می داشته باشه که استقلال اقتصادی داشته باشه، چی درآمدهای، چه صادراتش، چه وارداتش و چی اونمو برداشتی که مردم داره و چیز اونم طلبی که مردم داره، اونم خواستیه که مردم داره تأمین شود. البته تنها خواست چیز نیست، غذایی نیست. این موضوع استقلالیت اقتصادی قطعا وجود نداره. یک کشوری که مثلا اینا تمام دار و ندارشان اما 7 میلیارد تجهیزات و تسلیحات نظامی هست که از آمریکا براشان باقی مانده، بدون از اینها چیزی ندارن. وقتی اقتصاد بر رکود رفته باشه، وقتی ورشکست اقتصادی پیش آمده باشه، اقتصاد از بین رفته باشه، قطعا اجتماع در حال فروپاشی است، اجتماع در حال نابودی هست، مردم پریشان هست. مردم چون با گذشت هر روز در صورت نبود یک اقتصاد، مردم به طرف فقر روان می شوند. مردم فقر دامنگیری مردم می شود و از روزی که اینها آمدن، شما فکر بکنید طیاره های بدون سرنشین آمریکا در هر نقطه همکارای اینها را که مربوط شبکه القاعده می شود، چند وقت پیش در داخل خود شیرپور جانشین اسامه بن لادن که الظواهری بود، اونجا کشتنش. طیاره های بی سرنشین که جسدی او را سراج حقانی به قندهار انتقال داده و در وسط قندهار و هلمند اینجا در یک منطقه دفن خاکش کردن. و موضوع دومش حمله دوم، چند روز قبل یک حمله شد از اینها در ولایت لوگر. یکی از کلانهای اینها در اونجا کشته شد. طیاره های بدون سرنشین پاکستان میآید در خوست، در کنر، هر جایی که مربوط TTP یا تحریک طالبان پاکستانی باشه اونجا را مورد حمله قرار میدن. در سرک دارالامان در یا طول 24 ساعت گذشته یک مسئول شبکه القاعده را با 4 طالب دیگه طیاره‌ای بی سرنشین زد، کشت. و در چندین استقامت دیگه و اینها یک دیپوی سلای دیگه هم داشتن که در ولایت هلمند بود. از اون جایی را انتقال میدن به قندهار، از قندهار به طرف غزنی و فرا انتقال میدادن، جا به جا کردن، البته انتقال دادن. اونجا هم طیاره های بدون سرنشین آمد و بمبارد کرد و همه چیزی که مربوط از اینها بوده از بین برد. البته شبکه القاعده رایی که چی معامله های در پشت سر اینها با آمریکا دارن، چون هم یک برنامه‌ای که اینا داشتن او سری هست که بین این شبکه تروریستی طالب ها و بین آمریکا چه توافقی صورت گرفته. او برنامه سری هست، ولی با گذشت هر روز از او پرده برداشته میشه و اینا تعهد کردن که خب شما فقط ما را در قدرت بانید و ما هر چیزی که انجام دادیم او را با خواست تو انجام میدیم. چون این مدعیان دین اسلام امروز با تانگ و توپ و طیاره آمریکایی حاکمیت میکنن و الحمدلله هم تا جایی که راپوری موثق وجود داره مهماتشون هم خلاص شده، فقط اونم آینای خشک برشان مانده. با آن هم منظورم از این است که استقلالیت وجود نداره. اینا وقت لاف از استقلال میزنن، کدام استقلال؟ استقلال یک کشوری است که اجتماعی از او یک اجتماع آرام باشه، فرهنگی از او یک فرهنگی همگیر باشه، یعنی یک فرهنگی که در او تمام اقوام افغانستان از تمام اقوام افغانستان نمایندگی بکنه. با تاسف امروز فرهنگی، حتی نمیتونم بگویم فرهنگی یک قوم، اینها یک فرهنگی مثلا کشتن، انفجار دادن، چور و چپاول کردن، تجاوز کردن و این فرهنگ حاکمیت داره. البته فرهنگ قبیله هست که اینها
دین فقط ابزار ساختن. دین فقط اونمو کلمه است که اینا در روی یک تیکه سفید نوشتنش، از او بیرون دیگه چیز دینی وجود نداره. دین فقط اونمو کلمه هست که اینا در امو تیکه سفید نوشتن، او را برای مردم نمایان ساختن که خب ما پیروان واقعی دین هستیم و این هم لوگو یا نشان ما. اما در حقیقت بحث دین اصلا وجود نداره. اینها بر مبنای دین نمی جنگن. اینا هدفشان، اینها هیچ کدامشان اصول و قواعد دین نمیفهمن. هیچ کدامشان مثلا هیچ چیزی از شریعت نمیدونن. شما فکر بکنین وقتی همراهشان مصاحبه میکنن میگن من 2 ماه بعد یک بار حمام رفتم. اینا نه قرآن درست میدونن، نه از نماز چیزی درستی میفهمن. یک مشت ملیشه وحشی که در داخل غار و در داخل دره هایی که مثلا حتی اینا موتر درست ندیده بودن، حالا اینا آمدن شهرنشین شدن، اینا آمدن به شهر حمله کردن. از برکت غنی احمدزی و یک مشت انسان های بادآورده که اینها را آمریکایی ها آورده دسان کردن، حالا همه فرار کردن. یک مشت اقتصاد ستیز نافهم، یک مشت فرهنگ ستیز نافهم، یک مشت بیگانه با اجتماع، یک مشت که سیاست اصلا نمیدانن که سیاست چی است، جز با روش قومیشان، جز با روش قبیلویشان، جز با اونمو افکار گندیده و پوسیده ای که حتی قرنها سرش گذشته امروز میخوان اینا حاکمیت بکنن. وقتی یک کشور استقلال می داشته باشه، وقتی یک کشور مثلا سرشار از استقلال و آزادی می باشه که در او کشور حق تمام اقوام افغانستان در نظر گرفته شود، در او کشور هیچ کسی از هیچ کسی دیگه برتری نداشته باشه. شما فکر بکنید امروز در ولایت بدخشان، در ولایت تخار، در پنجشیر، در قندوز، در هر جای، در هر ولایتی که غیر پشتون ها زندگی میکنن، البته حالا نروین به طرف یک موضوع دیگه، در تمامی ولایات امر اینا یک چیزی جور کردن به نام امر بالمعروف و نهی از منکر. در ولایات جنوبی و مشرقی یک چنین چیزهای وجود نداره. اینا فقط اونمو فصل ناتمامی امان الله خان تا کرزی خانش و تا اشرف غنی خانش و حالا تا ملای عبدالله خان که وجودی فیزیکی نداره یا هیبت الله خان، اینا میخوان فصل ناتمام تمام بکنن. شما فکر بکنین من یک مکتب دخترانه امروز هیچ انسانی جز هم فکرهای خودشان در افغانستان، دیگه هیچ انسانی آزاد نیست. همه انسان ها زنجیر در پایشان است، زنجیر استبداد دینی، استبداد قومی، استبداد جهل، نادانی، همه در پای و مردم بسته است. پس چگونه شعار آزادی باید سر بده؟ مکاتب دخترانه را در بدخشان بستن، در تخار بستن، در تمام افغانستان مکاتب دخترانه بسته است. چرا؟ تا چند مدت را شما دعوا داشتین که اینجا حکومت آمریکایی ها هستن، یعنی ائتلاف ناتو یا آیساف که قبلا آیساف بود حالا ناتو هست، اینا هستن. آموختن علم برای زن از دیدگاه اسلام ناجایز، چون دلیلتان همین بود که کفر در کشورتان با وجودی که خودتان بدتر از او است، کفر در کشور وجود داشت و زن و دخترای مسلمان نباید درس. امروز که شما با شعاری که حکومت اسلامی، پرچم حکومت اسلامی را با خودتان حمل میکنید، یک حکومت مقتدر اسلامی دارین، شما چرا قدر برای خودتان بی‌باور هستین که در زیر پرچم خودتان که شعار اسلامی سر میتین با انتحاریایتان که اونایی که خودمرداری میکنن خود انفجار میتن، شما خوشحال میشوین، افتخار میکنین در یک چنین حکومتی با شعار اسلام، با شعاری که شما مثلا همه چیزتان اسلامی هست. چرا میترسین پس مکاتب دخترانه را بسته کردین؟ چرا برای دختر افغانستانی اجازه درس و تعلیم نمیتین؟ چرا اجازه نمیتین که دخترها بروند درس بخوانند؟ چون شما دروغ میگین، چون شما از دین نمیدانین، چون شما از مذهب نمیدانین، چون شما خب در یک کشوری که وزیر اقتصادی از او، کارمند اقتصادی از او، معاونی از او، ریاست های اقتصادی از او، تمام زیربناها تا اساسات و تا هر چیزی اقتصادی و کشور توسط یک ملا مدیریت شود، آیا در او کشور امیدی هست که رشد اقتصادی صورت بگیره یا اقتصاد از رکود سر بلند بکنه یا ورشکست اقتصادی پیش نیاید؟ هیچ امکان نداره. یک ملایی که 2 سال قدوری میخواند او را در مدرسه های وزیرستان،
او بیایه وزیر اقتصاد یک کشور باشه و او بیایه لاف اقتصاددانی بزنه. مثل از او شما در وزارت صحت عامه میبینین ملا وزیر صحت عامه است. مثلا شما در وزارت مخابرات و تکنولوژی میبینین ملا آمده در رأس قرار گرفته. در تمام وزارتخانه ها ملاها وجود دارن. این ملاها فهم اقتصادی ندارن، اینا از اقتصاد هیچ چیزی نمیدونن. اینا حتی ابو هریره، حضرت ابو هریره را که چیزهایی را که از امو آدم روایت میکنن، حتی خود حضرت ابو هریره را یا نمیشناسن. اینا حدیثایی را که میخوانن براشون گفته میشه در پشت شما چند وقت پیش دیدین امو رهبر که شبکه حقانی سراج حقانی خودش در پشت کامرا آمد آیت قرآن رو درست خوانده نتونست. اینا حتی در رشتهشان که افراطیت دینی هست در رشتهشان اینا لایق نیست، در رشتهشان چیزی را نمیدانن. وقتی که اینا در اونجا، پس چطور ممکن هست یک کشور با وجودی که کادرهای اقتصادش فرار کرده باشه، کادرهای اقتصادش در خانه نشسته باشه، کادرهای اقتصادش از ترس ازی که گرفته و مجازات نشوند مخفی باشن، در یک چنین کشوری ملا بیاید وزیر اقتصاد یک کشور باشه، معین وزارت اقتصاد ملا باشه، مثلا رؤسا ملاها باشن. اینا از اقتصاد چی میدونن؟ چند وقت پیش من کلیپ دیگه را دیدم، اینا حتی خصوصیت یک نظام اقتصادی را که در هرچند شامل اقتصاد، شامل حکومت اسلامی هم که باشه همه اقتصاد، ولی اقتصاد اسلامی وجود نداره. با کدام مثلا با کدام با گفته همو دوست ایرانی که شما با مطابق کدام فرمول دینی، چی از قرآن باشه چی از احادیث باشه چی روایت هایی باشه که مثلا از عنوان میگیرین شما ماخذ یا منبع های دینیتون، مطابق کدام فرمول دینی شما میتونین از ورشکست اقتصادی جلوگیری، از رکود اقتصادی جلوگیری بکنین؟ اجتماع افغانستان که امروز فرو باشه، فرهنگ وجود نداره، فرهنگ قطعا از بین رفته. یک گفتم پیشتر که کسای آمدن در افغانستان فعلا در رأس در اونجا در افغانستان نمایندگی از یک کشوری میکنن که 6 ماه بعد یک بار حمام میکنن، به سر و وضعشان نمیرسن، آداب وجود نداره، تربیه وجود نداره، اخلاق وجود نداره. در یک گوشه میبینین یک کسی را سلاخی کرده روان هستن، در یک گوشه میبینین که مثلا یک کسی را شلاق زده رایستن که برین نماز بخوانین، در یک گوشه میبینین که مثلا امر بالمعروف از یا 6 تا در پا و پاچه زن مردم اینا چشمشان ماندگی هست. خب شما فکر بکنین یک دین، اینا اگر از دین بفهمن، یک دین آوردن خلاصش کردن در بجلک پای و در بازو و در پیشانی یک زن، یک مشت آدم های مفتخوری بیسواد باید بگویم، اینها آمدن به نام امر بالمعروف، اینا جمع شدن تا بگه ایره به دین اسلام دعوت میکنن، ایره به اوسو. خب تو به عنوان یک حکومت اسلامی که حالا میگی اگر ما چنین کاری را نکنم چون ما مسئول هستیم در یک کشور، مطابق ما اعتقاد اسلامی تان شما مسئول هستین از این. خب نگرانی تانی است که اگر شما چی نکنین، دعوت نکنین یا کاری نکنین، روز محشر شما به ذم خودتان مسئول می باشین. خب شما در ابتدا به عنوان مسئولان امنیتی، مسئولان اسلامی خودخوانده خودتان، شما اول نان زمینه به دست آوردن نان برای یک انسان افغانستانی مساعد بکنین. امروز مردم گرده هایشان رو میفروشن، امروز مردم خواب و راحتی ندارن. همه این چیزها را شما برای مردم اول مساعد بکنین، باز فرصتی از این که یک کسی چگونه لباس بپوشه، چگونه چی بپوشه، یک کسی یک لباسش پوشیده میای او را در جانش تو پاره میکنی، شاید همون آخرین لباسش بوده که پوشیده آمده برآمده بیرون، شاید دیگر در خانه نداشته باشه و تو زمینه را به حد سخت ساخته، به حد تنگ ساخته که جز اونمو چند تا وحشی انسان کشی که در طول 20 سال 70,000 سرباز افغانستانی را کشتین. شما آمدین در افغانستان امروز حاکمیت میخواین بکنین، اقتصاد وجود نداره، فرهنگ وجود نداره، اجتماع را از بین بردین، سیاست که الحمدلله نمیدانه، جز فقط به یک سیاست شما باور داره، حاکمیت یک قوم بالای سایر اقوام افغانستان، حاکمیت چور و چپاور، آتش زدن، انتحار کردن، انفجار دادن. شما لشکرکشی کردین به پنجشیر، به اندراب، به تخار، به بدخشان، به نمایانگر چی از کسی در مقابل شما استاد میشه که حقش بخواه، شما میگین خب
این باغی هست، این کدام باغی هست؟ منظورتون از باغی یا بغاوت چی هست؟ وقتی ما حق ما میخوایم، حق انسانی ما میخوایم، ما نمیخوایم در زیر چتری که چند تا ملای بی سواد شما اونجا جمع کردین، ما در اونجا حرفی از آزادی گفتن نمیتونم، آزاد نیستم. وقتی که آزاد نیستم من حق اعتراض دارم. اگر اعتراض مدنی، قطعا برای شما اعتراض مدنی جوابگو نیست، شما چون از مدنیت چیزی نمیدانید، تمام فهمتان از انسانیت واسکت انتحاری است، همون واسکتی که میشینین برش افتخارم میکنین که ما لشکندک انتحاری و استشهادی داره. وقتی که شما با یک گروهی وحشی انتحاری که خودمرداری میکنن افتخار میکنین، دیگه حرف زدن از مدنیت چه سودی داره؟